30 ایون سال 2022 بر اثر یک حادثه ناخوش در یک ساختمان در شهر ایرکوتسک روسیه، دو مهاجر کوری از تاجیکستان از بام یک بنای چرقوته به زمین افتادند. یکی از نزدیکان این مهاجران به پایگاه خبری بامداد خبر داد که در نتیجه این حادثه ناخوش دو مک بچه از دهه قلعه لب آب نویه تاجیک‌آباد، محمدجان محمدوف سال تولدش 1994 و محمدوف میروب سال تولدش 1992 جراحات وزنی برداشتند. متاسفانه محمدجان در آب به بیمارخانه بر اثر جراحات وزنی برداشتش جانبخت تسلیم کرده است. وضع میروب خوبتر است. او را در بیمارخانه بستری کردند. خبر داد امصوبت بامداد. بنا به اطلاع او، حال و خویش و تبار و دوستان محمدجان با کمک جمعیت مهاجران تاجیک شهر ایرکوتسک سندهای او را برای انتقال جسد به تاجیکستان درست کرده ایستادند. محمدجان و میروب محمدوف تقریبا 2 سال باز در روسیه در مهاجرت کاری قرار داشتند و امسال نیت بازگشت به وطن را داشتند، ولی متاسفانه این حادثه ناخوش پیش آمد. محمدجان که با 2 پای روان از خانه‌اش در کوهستان تاجیک‌آباد با مقصد تامین زندگی روی سفر روسیه را پیش گرفته بود و از روز ختم مکتب میانه تا امروز بیشتر عمرش در غربت و در مردکاری طی شد، اکنون به وطن برمیگردد، ولی متاسفانه در تابوت برمیگردد تا که ابد در خاک وطن آرام بگیرد. خداوند روان این هموطن ما را که در راه تامین رزق عائله خود در ملک مسافرت شهید شد شاد گرداند و از همه عذاب‌های این قدر سالهای مردکاریشان را با لذت جنت جبران کند.